آقا عمر از ایران گفتن که مادرشون که الله سبحانه و تعالی ایشون رو مورد رحمت و مغفرت قرار بده 20 سال پیش فوت کردن و میخوان برایشون ختم بگیرن و سالگرد بگیرن. ببینید در دین مبین اسلام چیزی به اسم ختم گرفتن و سالگرد گرفتن نیست. نه رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش امر کرده، نه خلفای راشدین این کار رو انجام دادن، نه صحابه، نه اهل بیت، هیچ کس این کار رو انجام ندادن که بعد از مردن کسی براش ختم قرآن گرفته باشن یا که براش سالگرد گرفته باشن یا که روز نمیدونم 3 و روز 7 و روز 10 و روز 40 و سال و اینا همه خرافات و خزعبلاتی است که در دین اضافه کردن و این کارها هیچ سود و زیانی برای مرده نداره. شما 1000 تا ختم قرآن بگیرید، میلیون مرتبه مردم رو غذا بدید، به حال پدر و مادر و مردگان شما تأثیری نداره. اینکه روز 7 بگیرید، روز 3 بگیرید، البته غذا دادن منظور نیست که انسان صدقه نده، به مستمندان کمک نکنه، اون قضیهش جداست که حالا مفصل در موردش صحبت میکنم. اینکه یک روز مشخصی به اسم روز 3 و 7 و 10 و 40 سال و اینا درست میکنن، مردم رو دعوت میکنن، غذا میدن، اصلا شرکت کردن در این مراسم جایز نیست. کسی که روز 3 میگیره، روز 7 میگیره، روز 40 میگیره، سالگرد میگیره و شرکت کردن در این مراسم و خوردن از این غذاها جایز نیست، چون هیچ وجه شرعی نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم امر نکردن، الله سبحانه و تعالی امر نکرده، صحابه و اهل بیت این کارو نکردن، علمای بزرگ اسلام امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل این کارو نکردن. این یک عده مفتخور این چیزها رو تبلیغ میکنن تا برن شکم خودشون رو سیر بکنن. به طور مثال اگر این حرفا رو بزنی این طرف وهابی شده، ما حنفی هستیم، من تحدی میکنم که یک روایت از امام ابو حنیفه بیارن که گفته باشه روز 3 و 7 و 40 سال بگیرن. دروغ میگن. همین ملایی که داد میزنن اینا وهابی هستن ما حنفی هستیم، برید بگید یک روایت از امام ابو حنیفه بیار که این کارو گفته باشه انجام بدید. دروغ میگن. امام ابو حنیفه این حرفو نزده، امام شافعی اینو نگفته، بلکه یک عده مفتخور به خاطر پر کردن شکمهاشون مردم رو تشویق میکنن به این کارا. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی که در کتب مختلف اومده، در باب صدقه اومده، در سنن نسائی، در ابن ماجه، در ابو داوود، در دیگر کتاب ها اومده، ابو هریره رضی الله تعالی عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکنه که ایشان فرمودن که حبیبنا مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودن که اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3. وقتی که انسان مرد اعمال انسان قطع میشه، یعنی دفتر و کارنامه شما رو فرشته‌ها میبندن، میفرستن برای حسابرسی. دیگه بعد از اون بکشن بستگان شما خودشون رو، نه نفعی به شما میتونن برسونن نه ضرری، الا 3 چیز. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3. اولش چی است؟ صدقه جاریه، صدقه جاریه. مثلا شما در زندگی خودتون مسجد ساختید، پل ساختید، بیمارستان ساختید، مدرسه ساختید، یک پروژه ساختید که به اصطلاح منفعتش، سودش برای عامه مردم میرسه. ولو اینکه یک یخچالی رو گذاشتید در کنار خیابانی که مردم بیان آب سرد بخورن. کتابی رو چاپ کردید که تا این کتاب در بین مردم هست و مردم از این استفاده میکنند، هدایت میشن، نماز میخونن، روزه میگیرن، عبادت انجام میدن، همه اعمال اینها یک کاپیش در نامه اعمال شما اضافه میشه. یا اینکه فرزند صالحی داشته باشه که بعد از مرگش مسجدی بسازه، مدرسه‌ای بسازه، پل، بیمارستانی بسازه و اینو وقف بکنه و ثواب اینو ببخشه به پدر و مادرش یا به کسی که از بستگانش از دنیا رفته. فرزند صالح این کارو بکنه. و علمی ینتفع به، علمی که مردم ازش سود ببرن. طرف اومده کتاب نوشته، طرف اومده
در مسجد خطبه گفته، حلقه درس داشته، مردم رو به راه دین دعوت کرده، معلم قرآن بوده، مردم رو حفظ قرآن و خواندن قرآن یاد داده. تا وقتی که شاگردان این هستند، تا وقتی که این علمی که این به مردم آموزش داده در بین مردم هست، ثواب اعمالی که انجام میدن کسانی که از علم ایشون استفاده کردن، یک نسخه در کارنامه اعمال این شخص درج میشه. سومین چیز چی است؟ ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که دعا بکنه. نماز بخونید، نیمه شب تهجد بخونید، در سجدهاتون در اماکنی که مبارک هست مانند مساجد، در حرمین، در اوقات استجابت دعا، در صبح، ظهر، انگام نزول باران، بین اذان و اقامه، در آخرین ساعتهای روز جمعه، بین دو خطبه نماز جمعه، قبل از اذان، بعد از اذان، بعد از نماز، در اماکنی که، در اوقاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سنت شریفشون ذکر کردن که اوقات استجابت دعاست، اماکن استجابت دعاست. طول روز جمعه روز استجابت دعاست. موقعی که باران میباره موقع استجابت دعاست. کسی که سفر میره موقع استجابت دعاست. دعا بکنید. باور کنید این دعایی که فرزند صالح برای پدر و مادرش بکنه، برای اون پدر و مادری که از دنیا رفتن ارزشش میلیاردها بیشتر از اون دیگهایی است که پر از غذا میکنید به نام روز 3 و روز 7 و روز 10 و روز 40. نه تنها اجر و پاداشی نداره بلکه گناهکارم میشید. تعیین کردن این اوقات. اما اینکه کسی بیاد غذایی بپزه بدون تهدید روز، بدون اینکه یک روز محددی رو انتخاب بکنه، غذایی بپزه به فقرا و به مستمندان بده، اجر داره، ثواب داره، هیچ اشکالی هم نداره، صدقه است در دین مبین اسلام. اما اینکه روزهایی رو مشخص بکنیم، اما اینکه بیایم تعدادی مفتخور رو بیاریم به نام قاریان قرآن اینا ختم بکنن، باور کنید که از اون ختمی که انجام میدن نه خودشون سود میبرن، نه شما سود میبرین، نه اون مرده بیچاره. آخرش هم شکمشون رو پر میکنن و پاکت های پول رو میگیرن و میرن پی کارشون. خدا میدونه بعضیشون اصلا میخونن یا نمیخونن. در هیچ جای دین نگفته، رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو نگفته که شما وقتی که کسی مرد مردم رو جمع بکنید براش ختم قرآن بکنید. پس 3 چیز است که وقتی که انسان از دنیا میره رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که به انسان سود میرسانه. یکی صدقه جاریه، یکی علم نافع، یکی هم فرزند صالحی که دعا بکنه. طرف مرده، کارنامه اعمالش رو بستن و در دستش دادن، روز قیامت در پیشگاه خداوند ایستاده است، میخواد محاسبه بشه، کوه‌هایی از حسنات رو میبینه که در کنارش هست. یا رب من که اینا رو انجام ندادم، من این همه کارهای خوب که نکرده بودم در دنیا، اینا از کجاست؟ اینها همون صدقه جاریه است، همون علم نافع است، همون فرزند صالحی که براش دعا بکنه. دیده باشید طرف در کوچه و خیابان مردم آزاری میکنه، مردم میگن که بر پدر و مادرش لعنت که اینجور فرزندی تربیت کرده. یا کسی رو میبینید که نفعش به مردم میرسه، به مردم کمک میکنه، انسان خوبی است، مردم میگن بر پدر و مادرش رحمت. فرق یک کلمه است، لعنت و رحمت. این دعای مردم فکر میکنید به درد اون پدر و مادر نمیخوره؟ میخوره. این همون دعایی است که چه فرزند صالح بکنه، چه مردمی دیگه به خاطر فرزند صالحی که این انسان تربیت کرده براش بکنن. دعای مؤمن در حق مؤمن مستجاب است.